نقش مربی دروازه‌بانی در فوتبال. مربی دروازه‌بان‌ها اگر میخواهید، به مدیر عامل میگن ها، میخواهید به دروازه‌بان‌ها تمرین دهید، مربی دروازه‌بان‌ها استخدام کنید. و یک کالبد شکافی یک مربی خوب دروازه‌بانی شامل این موارد میشه: استفاده درست از پرسنل، توجه به ورزشکاران، توانایی آموزش، برخورد مناسب با رسانه‌های جمعی، ارتباطات انگیزه دهنده، منظم، ماهر در سازماندهی تمرین، مطلع در چگونگی کارکرد بدن، مطلع در مورد رشد و توسعه، مشتاق و ایثارگر، عاقل و بالغ، اخلاقی و منصف، مطلع در مورد روش‌های آموزش، کار را به طور موثر انجام میده، کار ورزشکاران خودش رو، دروازه‌بان‌های خودش رو ارزشیابی میکنه، خط و مشی مشخص میکنه و شوخ طبعی از جزء کالبد شکافی یک مربی خوب دروازه‌بان‌ها هستش. شرح وظایف مربی دروازه‌بان‌ها برای تک تک دروازه‌بان‌هایی که باشون کار میکنید دوستان عزیزم، من 18 تا مورد اینجا خلاصه نوشتم، ولی در این اسلایدی که قرار دادم در لابلای صحبت ها هم به شرح وظایف مربی دروازه‌بان‌ها بیشتر اشاره میکنیم و فقط به این 18 مورد بسنده نمیکنیم. توجه به رعایت ارزش‌های دینی، فرهنگی، اجتماعی در گفتار و رفتار و زمینه‌سازی بروز آن در رفتار و گفتار دروازه‌بان هستش. تشکیل پرونده پزشکی ورزشکاران و آمادگی جسمانی دروازه‌بان‌ها رو باید انجام بدید. ضربان قلبشون رو در حالت استراحت، در حالت فعالیت بیشینه، بعد ناراحتی‌هایی که دارن، شاید از نظر حرکات اصلاحی نیاز به